خیلیاتون فکر میکنین ما یه جعبه جادویی داریم که بهش عکس یا فایل میدیم و اونم به ما یه دونه فیگور خوشگل تحویل میده. ای کاش اینطوری بود، ولی خب اینطوری نیست. هر فیگور، مخصوصا فیگورهای بزرگ، از کلی بخش‌های کوچکتر تشکیل شده که باید دقیق ساخته و سرهم بشن. اول توی نرم افزار کلی تنظیمات انجام میدیم تا بهترین کیفیت چاپ سه‌بعدی رو بگیریم. بعد فایل خروجی رو به پرینتر سه‌بعدی میدیم تا قطعات فیگورمون رو چاپ کنه. گاهی فقط همین مرحله چاپ چندین روز طول میکشه. مثلا همین فیگور مورگات نزدیک به 35 ساعت چاپش زمان برده و از 50 تا تیکه کوچیک مختلف ساخته شده. جالبه نه؟ ولی این فقط بخش چاپشه. بعد از اون باید قطعه ها رو از ساپورت جدا کنیم، سنباده بزنیم، پرایمر بزنیم، رنگ‌آمیزی کنیم و آخر سر هم تمام قطعات رو سرهم کنیم که نزدیک 2 هفته طول میکشه. حالا دیگه بلدی پشت پرده ساخت فیگورا چه دنیای عجیبیه. ولی بهم بگو، بازم فکر میکنی که یه جعبه جادویی تو کاره؟